روزگار آشفتتم یا زلف تو یا کار من سر تنگتر یاده ها نت یا دلی غمهای من شب سیاه تر یا دلم یا خال من یا خال تو شاد خوشتر یا لبت یا لوزگم هروار من شاد خوشتر یا لبت یا لوزگر هروار من نگارم ای گلزارم و یا رحمه بخالم رحمه بخالم و یا ای گلزارم اشکان من را تو مریض نگارم نظمی پروین خوبتر یا دور یا دندان تو قامتی تو راستم یا سرویا گفتار من وصل تو دل جویتر یا شعرهای نغز من هجر تو دل سستن یا ناله های سار من هجر تو دل سستم یا ناله های زار من نگارم ای گلزارم و یا رحمه بخالم رحمه بخالم و یا ای گلزارم اشکان من را تو مریض نگارم صبر من کم یا وفا یک بار یا شرم تو خوبی تو بیشتر یا اندوه تیمار من ای ویا چشم تو خون رستم یا چرخی آن شمشیر شام
تستر یا تیغ یا آسان من غمزه تو تستر یا تیغ یا بازار من یارم ای گلزارم باید رحمی به حالم رحمی به حالم باید ای گلزارم اشکان من را تو مرس نگاه درود دوستان عزیز و ارجمند، برنامه فضا است و برنامه امروزه با یک ترانه خیلی هم زیبا آغاز گردید. هنرمندان انسمبل شش مقام ولایت ختلان به برنامه ما تشریف آوردند. استاد هنرمندی مردمی تاجیکستان امردین کبیری در نزد ما نشستند و همچنین آوازخوان محبوب از انسمبل شش مقام ولایت ختلان احدجان پولادوف نیز در برنامه ما حضور دارند که با ترانه خیلی هم آرام و زیبای شش مقام برنامه ما را آغاز بخشیدند. واقعا خیلی ترانه جذاب و زیبا بود و شما خیلی عالی اجرا کردید. سلام باشید. اگر درود پیام به بیننده های تلویزیونی سفینه دارید، دستگاه های نواربرداری در اختیار شماست، بفرمایید. سلام و پیام و محبت خود را و محبت اهل نوازندگان انسمبل شش مقام اولا با هیئت ایجادی راهبریت تلویزیونی سفینه و علل خصوص به برنامه فضا پیشنهاد کردنیم بسیار منت پذیریم که انسمبل شش مقام امروز به نوار دعوت کردند. ما بسیار سپاسگزاریم. خوش آمدید استاد. زنده باشید، سلامت باشید. شما چی درودی دارید به بیننده های ما؟ با برنامه فضا منتداری خود را بیان میکنیم که ما که انسمبل شش مقام در ولایت ختلان کار و فعالیت داریم که شما با ما را اینجا دعوت کردین. ما صنعت خودمون را نشان داده مقامی که در ولایت ختلان سال به سال که پیش رفته ایستاده است باید نشان دهیم. بله، تشکر زیاد، آفرین، خسته نباشید. و یک سرودی خیلی دشوار را اجرا کردن. نه؟ احدجان بسیار هنرمندی خوب است، بسیار هنرمندی هست که در بین مردم خیلی شهرتیار است و از خوردی و همین مقام خانی از خوردی همین عمل کرده ایستاده است و بین که این باز دیگر چیزهای مقام که مقام های را میخوانه که از بین مردم الکی خیلی اونا دور رفته. مثلا یک سرودی نیمچوپانی دارد، این بسیار در سطح عالی همین اجرایش من دیدم از احد و پذیرای مردم هم دیدم که بسیار مردم خوب اینا قبول کردن. همین سرودی که اجرا کردن، همین سرودی مثلا کم اجرا می شود از جانب هنرمندان. بله. خب چرا محض سرودهای رو شما انتخاب میکنید که مثلا دشوار هستند؟ سرودهای رو انتخاب میکنید می‌سرید که مثلا کمتر دیگر هنرمندان رو اجرا میکنن. بعضی سرودهای معمول داره از شش مقام که انقریب همه هنرمندان در هر بزم در هر یک برنامه همون سرودهای معمول رو میخوانند. ولی مثلا اگر ما با انمو گنجوری شش مقام نگاه کنیم چقدر سرودهای ناخوانده است، چقدر سرودهای زیبا در اونجا هست. سرود به نام گلزاران بود. این سرود دشواری دارد البته، لیکن ما با نوازندگان هم انتخاب کردیم که کمتر فارم است. بله، آرام است. برای هم با نوازندگان با راهبری بدی عبدالعلیم جان، راهبر موسیقی حیدبا یوسفوف همین را انتخاب کردیم که پیشکشی بینندگان کنیم. تشکر. البته همین چیزهای کهنه که امروز قریب فراموش شدن زنده کردن اینا باز با مردم در همین سطح عالی رسانیدن، این شکلی اصل در شکل اصل همین به مردم رسانیدن، این هم پسند مردم میگردد هم راحت مردم میگرده. تشکر زیاد که همین چیزهای نادر را پیدا کرده به مردم رسانده ایستاده است. بله. باز چیزی میخونن احمد جون برای؟ بله. فروغی اشاقی صادرخان نام دارد. من همون اجرا کردم. بهترین میشه.
kimi tursiz mən Konmahra mənzil kücaz Mənzili o در دل است اما ندانم دل کجاست جانی پاک از آن پرید رخسار سر تا قدم ورنه شکلی این چنین در نقشی آب و گل کجاست ناصحا عقل از مقیم مانی سری کویش بها ما همه دیوانه اینجا کسی آخر کجاست ما همه دیوانه اینجا کسی آخر کجاست آرزوی ساقی و پیری مقام دارم بسه جوانی خوب روان موریدی کامل کجاست جان در شبی وصل از فروغ ماهی گردون چنین ماهی که من دارم در آن محفل کجاست این چنین ماهی که من دارم در آن محفل کجاست بازان را هوا ایزوخت بی حاصل کجاست عشق بازان را هوا ایزوخت بی حاصل کجاست عشق بازان را هوا ایزوخت بی حاصل ببینید که در همین ژانر شش مقام چقدر غزل‌های زیبا و ناب انتخاب می شود و خاصه آهنگ‌های صادرخان حافظ چقدر همین خیلی غزل‌های زیبا و ناب و بسیار دلنشین را انتخاب کرده است در آهنگ‌های خود. اکن ولایت ختلان اصلا منطقه فلکسرایی است. بله بله. بسیاری هنرمندان اونجا فقط با همین فلک و دیگر ژانرها استرادی و دیگر ژانرها قطعی سر کار دارند. شش مقام خودش یک ساحه بسیار خاصی هست که نه هر کس قدرت و منزلت این چیز به عمق این چیز رسیده میتونه. خوشبختانه شیرعلی قاسم یکی از کمپوزیتورهای
نمایانی شهرتیاری یعنی دیارمون راهبری همین انسامبل شش مقام با عهده داره و متخصص که هست در همه کار باید متخصص باید باشه. وقتی متخصص کار و فعالیت میکنه همه چیز در جایش صدا میتیه. روز تا بگاه اینا هیئت همین نوازنده ها خطی فقط در تمرین هستند. هر یک سرودی که مثلا آماده میشه و انتخاب میکنه احجان، غیر احجان با دیگر هنرمندای هستند که در قطار همینا همه روزه در همین انسامبل کار و فعالیت است و تمرین های زیاد است. اما ذوق شوق مهری که در دل احجان است مثلا این از شش مقام بیرون برآمده نمیتونه. بله. به همین خاطر اینکه هر یک چیزی را که انتخاب میکنه اونا کوشش میکنه که در همون سطح عالی در همون سطح اصلی همون مقام رسانده تواند. بله و خود همین ژانر مقام هم پیوسته تمرین است. بله. و من فکر میکنم که اگر مثلا کمی از تمرین ها بیرون روی، کمی سرود ها را تکرار نکنی، کمی اجراها را تکرار نکنی، البته سرود فراموش میشه و دوباره مثلا تو برقرار شدن خیلی وقت میگذره. و فکر میکنم که تلاش های پای در هم، تمرین های پای در هم هنرمند رو موفق میکنه، خاصه در ژانر مقام. بله. خب باز هم ترانه میخونید احجان؟ باز یک ترانه دیگر. یک ترانه دیگر با شعری طغرل، آهنگ خلق بهترین میشه برای بینندگان پیشکش میکنم. بفرمایید. از عشق جانا حلاوت در دلم از عشق جانا میسر گر شود چون چه خندان میسر گر شود چون چه خندان بسر از عشق صد شور غوغا بدل از مهر سیرست پینها بسر از عشق صد شور غوغا بدل از مهر سیرست پینهام سیرست پینهام بود از خنجری مژگان نازش بود از خنجری مژگان نازش هزاران رهنم در دل من چه خوش باشد شود وصلش میسر سخن‌ها گویم هر باب چندان غلامی حلقه بر نشکه از طغرل بجوید وصل جان از دل و جان غلامی حلقه بر دوش از تو
جانم بجوید وصل جانان است دل جانان است دل جانان است دل جانان است دل بعد از سال 2001 وقتی که شش مقام دولتی گرفت، انسامبل های مقام در تمام گوشه و کنار کشور تأسیس یافت و رشد کرد و آن هنرمندان، آن جوانانی که در کنسرواتوریا تحصیل میکردن از منطقه های گوناگون رفتند و همین هنر را در منطقه های خود ادامه دادند و میبینیم که امروز در تمام تاجیکستان لکه ژانر مقام انسامبل های خاصه خود را دارد و اونجا هنرمندان ممتاز نیز هستند و همین گونه ژانر فلک نیز در تمام گوشه و کنار کشور هست و این هم از توجه حکومت کشور به صنعت کلاسیکی ما، صنعت سنتی ما در یک میدیت که دوباره زنده کردن، دوباره احیا کردن و رشد دادن همین ژانرها را در مد اول گرفتن. حاضر همین خیلی انعنا شده است، مثلا در چهاربینی‌هایی که در ولایت گذرانده میشوند حتما در هر یک چهاربینی یک یا دو سرود شش مقام داخل کرده میشود. بله. که همین چیزا به مردم میرسونند. امروز ذوق مردم وقتی یک چیز میشنوند عادت میکنن، ذوقشون با اون پیوسته بلند میشود. برای همین همه وقت راهبریت ما کوشش کرده است که در هم برنامه‌های کنسرتی حتما یک سرود دو سرود شش مقام وارد شود. بسیار جوانایی هستند که مایل همین خواندن سرودهای شش مقام دارند. خیلی در یک برنامه گفتیم همون مکتب استاد و شاگرد در نزد همین انسامبل شش مقام فعالیت دارد که دخترک‌های جوان هستند، پسرای جوان هستند. اونا روز به روز سهم اونا زیاد شده است و با اکنون یک نسل نو تربیت می‌یابد. ان شاء الله همین از گذشته ها با ما همین چیزا باقی ماند. ما مسئولیت داریم امروز ما وابسته ایم که همین صنعت اصیل پاک به آلایش با به دیگران انتقال دهیم. بله تشکر زیاد. خب حاجان شما ختم کرده کنسرواتور هستید؟ من مکتب موسیقی شهر باختر رو ختم کردم در ژانر مقام. در ژانر مقام اونجا در استاد من استاد شیرعلی قاسیموف، شادروان شور امینوف، اون کسا بسیار مقام خود میشناختن میدونستن. آواز من شنیده مقام با شما دعوت کردم. بله تشکر زیاد. خوش آمدید بار دیگر با کلی مطربانی که امروز با سازهای زیبایشان برنامه ما را رنگین کردن. با شما استاد، با شما احمد جان سپاس که امروز تشریف آوردید و مطمئنم که این برنامه برای بیننده نیز پسند آمد و از شنیدن این سرودهای بالا لذت بردن. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. یادآور میشیم که هنرمندان انسامبل شش مقام ولایتی ختلان به برنامه ما تشریف آوردن و یک برنامه خاصی را با حضور ایشان ما پیشنهاد شما گرداندیم. در انتها بازم یک ترانه زیبا از جانب هنرمند انسامبل شش مقام ولایتی ختلان احد جان پولاتوف پیشنهادی ما می شود. بفرمایید. سلام باشید.
مگر از بزم ایا در زده ای باز ساقی مگر از بزمی ایا در زده ای باز که آتش به گل شیشه و ساغر زده ای باز آن زلف پریشان زده ای شانه نداند بر دفتر دلهازی چی بستر زده ای باز آن زلف پریشان زده ای شانه ندانم بر دفتر دلهازی چی بستر زده ای باز افروخته چهره زتابی عرقی شهر بر کلبه ما آتشی دیگر زده ای باز با تیراندیلی کس نشود محرمی چشمم ای سومت چرا حلقم بر این در زده ای باز با تیراندیلی کس نشود محرمی چشمم ای سورمت چرا حلقم در این در زده ای باز شود محرمی چشمم ای سورمت چرا حلقم بر این در زده ای باز به دیر زی فروغی گوهری نظمی جهان تان نامم چرا مهو اختر زده ای باز به دل زی فروغی گوهری نظمی جهان تان
دامن بر شراب اختر زده باز دامن بر شراب اختر زده باز دامن بر شراب